سلام و درود. محمد حسین خانی هستم و تو این قسمت میخوایم روش‌های استخراج طلا از طبیعت رو بررسی کنیم. تو این قسمت بیشتر روی استخراج طلا و پیدا کردن طلا از رودخونه‌ها صحبت میکنیم. همونطوری که خودتون بهتر از من میدونید، کشور ما، ایران عزیز ما، از لحاظ منابع طبیعی جزو غنی‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته. این موضوع برای کشور دوست و همسایه ما افغانستان هم صادقه و افغانستان هم به همین شکل منابع طبیعی بی‌نظیری داره. موضوعی که به شما توی این قسمت معرفی میشه جهت سرگرمی و یک ماجراجویی کوچیک بهتون معرفی میشه و به هیچ عنوان قصد معرفی یک حرفه یا شغل اصلی رو نداریم. پیدا کردن طلا در طبیعت به شکل محدودی انجام میشه و اگه بخواید وقت خودتون رو کاملا روی این موضوع بذارید، بعید میدونم بشه به عنوان یک حرفه دائم روی اون حساب کرد و درآمد اون اونقدرها نخواهد بود. توی کشورهای پیشرفته تر یه سری شرکت ها هستند که به شکل کاملا قانونی معادن طلا رو استخراج میکنن و یک بخشی از این خاک طلا رو که ممکنه داخل اون دونه های طلا که بهش ناگت طلا گفته میشه، تکه های طلا یا ناگت طلا گفته میشه، به شکل خاک طلا میفروشن. افرادی هم که این خاک رو خریداری میکنن، اقدام به استخراج میکنن و سودی که از این کار میبرن سود پایینیه و طلایی که استخراج میشه طلای کمیه، ولی هدف از این کار سرگرمی و اون حس قشنگ پیدا کردن طلا توی خاک و خالص کردن اونه. در ضمن در کشور ما معادنی وجود داره، اطراف این معادن که یا در مالکیت دولت و حکومت هستند و یا در مالکیت‌های خصوصی هستند. اگر اقدام به استخراج طلا کنید، اقدام به برداشت خاک کنید، این اقدام شما غیر قانونیه و میتونه جرم باشه و هر گونه خارج کردن منابع معدنی از کشور بایستی از راه‌های قانونی انجام بشه و به هر شکلی این منابع معدنی از کشور خارج بشه این هم جرمه. به این موضوعات دقت داشته باشین. ولی بعید میدونم در یک عرصه طبیعی، در یک کوهی، در یک رودخانه‌ای اگر به شکل محدودی دنبال طلا باشیم و به عنوان یک سرگرمی طلای کوچیکی پیدا کنیم، فکر نمی کنم این جرم تلقی بشه. بریم سراغ بحث اصلی امروز ما. اول بریم در مورد این موضوع صحبت کنیم که توی کدوم استانهای کشور ما طلای بیشتری وجود داره. بیشترین طلایی که توی کشور ما شناسایی شده توی استانهای تهران، اصفهان، آذربایجانهای شرقی و غربی، کردستان و خراسان رضویه. استانهایی مثل کرمان، خراسان جنوبی، یزد، مرکزی، قم و همدان هم ذخایر طلا دارن. بجز استانهایی که اسم بردم، به جرئت به شما میگم در تمام کشور ما طلا وجود داره، فقط درصدهای اون کم و زیاده. یه جای طلای بیشتر، یه جای طلای کمتر. در مورد باقی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی توی قسمت‌های بعدی حتما بیشتر براتون توضیح میدم. در کشور همسایه ما افغانستان هم ولایت‌های تخار، بدخشان و غزنی طلا دارن. باقی مناطق هم ممکنه طلایی داشته باشن، اینجا شناخته شده تر هست. در کشورهای همسایه تاجیکستان و ازبکستان هم مقداری طلا شناسایی شده. یعنی این محل ما پر از فلزات گرانبها و منابع معدنیه. حالا توی یک رودخونه کجاهای این رودخونه مناسب تره برای پیدا کردن طلا؟ پیچ و خم‌های رودخونه احتمال این که طلا داشته باشن بیشتر از مناطق دیگشه. حتی اگه این رودخونه خشک شده باشه، یعنی در دوران قدیم آب داشته و الان خشک شده، باز هم همین پیچ و خم‌ها بهترین محل برای پیدا کردن طلا هستن. جاهایی که جریان‌های فرعی دارن، یعنی یک جریانی از رودخونه جدا شده به شکل فرعی، اینجا هم احتمال پیدا کردن طلا وجود داره. محل‌هایی توی یک رودخونه که یک جریان شدیدی عبور کرده، بعدش یک محلی هستش که این جریان راکد شده، اینجا هم محل مناسبی برای پیدا کردن طلاست. بخش تهدب رودخونه که اینجا رسوبات تهنشین میشن، جاییه که جریان کمتره و رسوبات فرصت این رو دارن که تهنشین بشن، اینجا هم جای مناسبی برای پیدا کردن طلاست. یک جای مناسب این کار هستش. چطوری میشه طلای اون رو استخراج کرد؟ شما احتیاج به یک
پن استخراج طلا دارین. پن استخراج طلا وسیله خاصی نیستش، یه چیزی شبیه همین استانبولیای بناییه که بهتر از جنس پلاستیک باشه تا سبکتر باشه و رنگ‌های سبز و مشکی اون بیشتر استفاده میشن و دلیلش هم ساده است، چون طلا رنگ زرد داره، روی این زمینه سبز و مشکی خیلی بهتر دیده میشه. یه مقداری از این رسوباتی که توی این محل‌ها پیدا میکنید داخل این ظرفتون میریزید و به مرور اون رو بررسی میکنید. تنها نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه طلا فلزی بسیار سنگینه. هر چیزی که به راحتی شسته میشه و با جریان آب حرکت میکنه احتمالاً طلا نیست. حتی ذرات بسیار ریز طلا سنگین هستن و باقی میمونن. پس به مرور زمان این ظرف شستشو داده میشه و محتویاتش همینجوری کم و کمتر میشه تا به یک کنسانتره میرسین شما که توی این کنسانتره ممکنه یه مقداری طلا وجود داشته باشه. البته همونطوری که به شما گفتم پیدا کردن ناگت طلا کاملا شانسیه. یه وقت یه ناگت خیلی بزرگ پیدا میشه، یه وقت اصلا پیدا نمیشه و این موضوع فقط یک سرگرمی میتونه باشه. وقتی که توی طبیعت هستیم با احترام به طبیعت و مراقبت از اون نظم طبیعت، یه مقداری هم به شکل سرگرمی وقتمون رو این شکلی بگذرونیم میتونه لذت بخش باشه. اگر سوالی در این رابطه داشتین توی قسمت کامنت ها بپرسین. در ادامه پیدا کردن سنگ های گرانبها، شهاب سنگ ها و فلزات گرانبها احتمالاً به سمت پیدا کردن سنگ عقیق میریم که یک سنگ بسیار با ارزشه و توی اعتقادات ما هم جایگاه معنوی پیدا کرده و در این رابطه در قسمت‌های آینده انشاءالله براتون توضیحاتی میدم. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدارتون.